سرخط خبرها بلند آشیانه‌های نوی دوشنبه را می‌سنجند. ببرقی به پایتخت هم رسید و شکایت یک مادر برای جلب اجباری یک پسرش به ارتش. سلام، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 21 فوریه است. در تاجیکستان گروهی مخصوص به کار آغاز کرد که مستحکمی بناها و ساختمانی به زمین جنبی توباور را می سنجد. خبرگزاری دولتی خاور خبر داده است که این گروه با فرمان رئیس کمیته معماری و ساختمان از 16 فوریه سال روان پس از زمین لرزه‌های اخیر در ترکیه و سوریه تأسیس داده شد. در این فرمان که نسخه آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، گفته می شود که سنجش در بنا و انشاءات‌های در دوره سال‌های 2018-2022 به استفاده داده شده و ساختمان‌های نو تمام گذرانده می شود. کمیسیون کاری وظیفه‌دار شده است که نقشه کاری بهادهی رعایت معیار و قاعده‌های شهرسازی را در بنا و انشاءات‌های ساخته شونده ترتیب داده در اساس آن فعالیت را به راه ماند. از نتیجه کارهای انجام داده شده به رئیس کمیته معماری و ساختمان تا 10 مارس سال روان معلومات پیشنهاد کنند آمده است در فرمایش. زمین لرزه که در ترکیه و سوریه صدها بنا را به خاک یکسان کرد، بحثی به زمین لرزه تا باور بودن بلند آشیانه‌های دوشنبه را به بار آورد. ساکنان شکایت دارند که بلند آشیانه‌ها بی‌صفت ساخته شدند و شاید به زمین لرزه تاب نآورند. مقامات میگویند بناهای بلند آشیانه به زمین لرزه 9 درجه‌ای تاب می‌آورند. شکایت‌ها در مورد نبودن برق در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بیشتر شده است. بعضی از ساکنان منطقه ها میگویند اگر قبلا شبانه برق خاموش میشد، اکنون روزانه هم تقریبا از ساعت 9 تا 17 شام از گرمی و روشنایی محرومند. چند کاربر رادیو آزادی با فرستادن نوار از خانه‌های تاریک خود ادعا کردند که لیمیت اکنون به پایتخت و منطقه های اطرافش هم رسیده است. ببرقی و خانه‌های سرد بیش از همه زندگی عائله‌ها را مشکل کرده است که طفل دارند. ساکنان میگویند در خانه‌های سرد و تاریک فرزندان خردسالشان بیمار شده و اذیت میکشند. رسما در تاجیکستان از 1 فوریه لیمیت اعلان شد، اما مردم میگویند این وضع از تیر ماه باز حکم فرماست. برق تاجیک سببی محدودیت را افزایش طلبات و صرف زیادی آبی انبارها نامید. ساکنان باور ندارند. مقامات نیز صنایع به پایان رسیدن لیمیت را نگفتند. یک ساکن شهر پنجکند ادعا دارد که مقامات محلی پسر یگانه‌اش را به خدمت حربی برده و برای اساسناک کردن این رفتارشان نفر دیگر را در دفتر حولی او ثبت کردند. مقامات محلی میگویند پسر این زن داوطلبانه برتش رفته است و هیچ کاری غیر قانونی نکردند. گزارش سروین روح الله و امیر ایسایف در همین باره است. مادر تویغون آتبی یک ساکن شهر پنجکند ادعا دارد که مقامات محلی پسر یگانه‌اش را به خدمت حربی برده برای اساسناک کردن این رفتارشان نفر دیگر را در دفتر حولی او ثبت کردند. پسر این زن آتابک تویغونوف 20 ساله حالا در یک قسم نظامی مربوط به وزارت مدافع تاجیکستان ادای خدمت می‌کند. با ادعای مادر بعد از جلب پسرش به ارتش او تنها مانده و به سرابا نیاز دارد. من دیگه یک بچه دارم، دیگه بچه زیادی ندارم. پسرم 1 تا 2 ساله یتیمانه پدر تمام. من دیگه پسر ندارم، در عائله میش که نیست. من یگانه پسر یتیمم، من همین 2 ساله یتیمان حاضر مجبور به خدمت حربی آورم در هاسپیتال استقلال کسر در بیمارخانه خواب. این مادر میگوید از شوهرش 2 دختر و 1 پسر دارد، ولی مقامات محلی نفری را با نام مرادقل تویغونوف به دفتر حولی او وارد کرده و سرابان عائله تعیین کردند. همه کاتب غیر قانون پسر کسی دیگه به نام شهادت نامه کرده. من بدل 4 ماه شد که در شهر دوشنبه حراسون گشتم، هیچ کی به دادم نمیرسد. مرادقل تویغونوف نفری که به گفته این زن همچون پسر او و سرابان عائله در دفتر حولیش ثبت شده است، به رادیوی آزادی گفت او از ازدواج یکم پدر و مادرش است و زمانی که والدانش از هم جدا شده پدرش با این زن عائله دار شد، او همراه پدر و مادراندر در یک خانه کلان شد. وی گفت حتی بعد از مرگ پدرش مادراندرش محرم شریپووا را کمک میکرد.
دولم مردن همون پسرچه 2 ساله بود. این دختری که مینن که 3 ساله، دختری کلونن که 5 ساله. من اینا همه خیلی با همینا مثلا تا روز 2 سال کلون کرده، اینا شو دادم چیز کردم. واش هم گفت جمع میتیم و میکنیم هم خیلی ارمه رفت. خودش با وای کرد، خواهش خودش خیلی دست مون دست ارزه نویسد که من میرم گفته. و بعد نمیدونم هم آچه رفته خیلی وایران کردیده. مقامات محلی میگویند پسر این زن داوطلبانه به ارتش رفته است. بر اساس قانون‌های تاجیکستان یگانه پسر در اویله را به ارتش جلب نمی‌کنند، اما حقوقشناسان میگویند فرزندان زن و شوهر در حالت داشتن عقد و نکاح رسمی با وجود آنکه از یک ازدواج نیستند عضو یک خانواده حساب می‌شوند. اگر این زن و مرد طبق ترتیب مقرر نموده کودکس اویله جمهوری تاجیکستان مناسبتشان را در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی به رسمیت درآورده باشند، پس اینها علکه صاحب 2 فرزند اعتراف می شوند و بنابراین وابسته به رسیدن به سن و سال معین شده پسران اینها حق خدمت را در ارتش دارد اگر یگان دیگر حالت استثنایی وجود نداشته باشد. این زن در یک نامه از پرزیدنت امامعلی رحمان، دادستان کل و وزیر دفاع تاجیکستان خواسته است به او کمک کرده پسرش را از خدمت در ارتش آزاد کنند. هنوز معلوم نیست پاسخ مقامات به نامه‌های این مادر چه خواهد بود. یک گروه از مهاجران کوری از تاجیکستان و ازبکستان به مقامات حفظ حقوق روسیه عریضه نوشته از کارفرمای روسشان شکایت کردند که به آنها حق مزدشان را ندادند. کارفرما که از او سرگئی یوگنیویچ نام برده شده است، این مهاجران را برای کندن خندق یا عقاب به ولایت زاپاروژیه اوکراین بردند، ولی در آخر پولشان را تأخیر نداده است. تلگرام کانال بازا خبر داده است که سرگئی یوگنیویچ برای هر خندق به آنها 800,000 روبل وعده کرده است، اما به حرفش وفا نکرده است. این مهاجرانی از تاجیکستان و ازبکستان که شمارشان نزدیک به 33 نفر بوده است با اتوبوس به سرزمین اشغال شده زاپاروژیه فرستاده شدند و قسمی از آنها از سبب بیپولی تا حال آنجا قرار دارند. این یگانه موردی به کار جلب شدن مهاجران به سرزمین‌های اشغال شده اوکراین نیست. قبلا نیز خبرها درباره بازسازی شهر ویران شده ماریوپول از جانب صدها مهاجر تاجیک رسانه‌ای گردیده بود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 21 فوریه خبر می‌دهد. فوریه سال 1994 در تاجیکستان دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا باز شد که هدف اساسیش مساعدت در استقرار صلح، دستیابی به اصلاحات دموکراتی، برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتی، پشتیبانی از نظام بسیار حزبی و آزادی مطبوعات است. ولی 12 سال بعدش روابط سیاسی دوشنبه و سازمان امنیت و همکاری اروپا با سبب فراهم کردن منبری برابر برای اعضای حکومت و مخالفان حکومت تاجیکستان به سر گرایید. با یک تشبس یونسکو روز 21 فوریه روز بین المللی زبان مادری تجلیل می شود. اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد می گوید سواد و معلومات از کودکی بر پایه زبان مادری بنیاد می شود. از این رو دانستن زبان مادری برای همه مردم را تشویق می کند. یک راه بهتر کردن آموزش زبان مادری رشد فناوری ها، سرمایه گذاری به تعلیم و آموزش و تامین برابر حقوقی است. 21 فوریه سال 2014 بعد سالها آمادگی و تلاش مجموعه 6 جلده تاریخ خلق تاجیک چاپ شد که تاریخ تاجیکان را از زمان قدیم تا امروز بازگو می‌کند. تحقیقاتی که از جانب گروه کلان تاریخ شناسان تاجیک و زیر نظر رحیم مصف نشر شد، بعد تاجیکانی باباجان غفوروف نخستین ارزیابی مفصل و کلان حجم تاریخ ملت به حساب می‌رود. ولی از نظر برخی منقدان در این مجموعه همانا دوران استقلال تاجیکستان به طور پررو و منصفانه فرا گرفته نشده است. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، فرصت جدا شده برای نویدی بامدادی به انجام رسید. اما همکاران ما با خبرهای تازه و گزارش‌های بیشتر دوام روز شما را در برنامه‌های سرخط و اخبار انتظارند. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهبانتان.